ما چرا باید به مناجات بپردازیم؟ ما تمرکز پیدا میکنیم در دعا، قصه میخوایم بخوریم. سر چی میخوایم قصه بخوریم؟ علت اصلی استغفار رفقا، گناهان ما، گناهانی که به چشم دیده میشن نیست. علت اصلی که ما به استغفار باید اینجوری نگاه کنیم که بریم با اصرار، التماس، التجا، تمنا، اشک، اینها به خاطر 4 رفتار غلطی که انجام دادیم نیست. برای گناهایی که میشناسیم زیاد استغفار به این صورت مفصل نیاز نداره. ما تمرکز پیدا میکنیم در دعا، قصه میخوایم بخوریم. سر چی میخوایم قصه بخوریم؟ علت اصلی استغفار، اونم با این همه اصرار، بدیهای پنهان ماست. اونجاست مسئله. هر کی ترس از بدیهای پنهان نداشته باشه شیطان سوارش میشه. رفیق دیگه فرقی نمیکنه کی باشه، کجا باشه، حزب اللهی باشه، نمازخون باشه، اینوری باشه، اونوری باشه. کسی که مطمئن شد به خودش نابوده، شیطان سوارش میشه. ابا عبدالله الحسین علیه السلام تو گودی قتلگاه داشت مناجات میکرد، همین نگرانی های خودش رو از خودش داشت میشمرد برای خونه خدا. یا قیاس المستغیثین، به فریاد من برس. خب به فریاد من برس یعنی چی؟ یعنی زخمام کمتر بشه ها؟ یعنی سرم جدا نشه. به فریاد من برس یعنی اینا؟ به فریاد من برس یعنی نامهربان نباش؟ خب پس چی به فریادت برای چی برسه؟ چرا شما هنوز اینجا دارید مناجات میکنید، گریه میکنید؟ شما نگران اخلاق خدا که نیستی که، وله الاسماء الحسنی، تو که مهربانی، من نگران تو نیستم. نگران زخما هم که نیست، اینا که اصلا انتخاب شده است، صورتشون گل مینداخت، هر لحظه به شهادت نزدیک میشدن، یقین داشتن دارن در بهترین وضعیت جان میدن. نگران بعضش هم نیست. از نگران چی هستی شما دیگه؟ الان باید چی کمک میخوای از خدا؟ خب بگو برای چی که ما هم فردا بریم برای همون دعا کنیم. تفسیرش، تحلیلش اینه: آدم هیچ وقت نباید به خودش مطمئن بشه. هیچ وقت نباید به خودش مطمئن بشه. امیرالمؤمنین هیچ وقت به خودش مطمئن نبود. امیرالمؤمنین یعصوب الدین، یعصوب المؤمنین. وقتی خبر شهادتشو پیغمبر داره بهش میده. دیگه ما بودیم که دیگه به رقص آمده بودیم، الحمدلله دیگه شهید میشیم دیگه، فرمودن. بازم اونجا سوال میکنم من اون موقع دین دارم؟ یا امیرالمؤمنین تو میکشی آدمو، به قتل میرسونی آدمو. واقعا این سوال حقیقی تو بود؟ من بدبخت دارم میشم با این سوال تو یه عمر. این سوالو جدی پرسیدی؟ شوخی کردی؟ احساساتی شده بودی؟ چی بود؟ برای چی این سوالو کردی؟ شما که حواست هست تو خانه کعبه به دنیا اومدی، شما که همه وحیو میشنیدی، شما که رسول خدا قسیم الجنت و النار رو بهت گفته بود، شما اینی، شما که میدونی پیغمبر دروغ نمیگه، پس باز نگران چی هستی الان؟ شما ما رو دیوونه نکن. شوخی هم که نداری که. هنوز داری در اعماق وجود دنبال چی میگردی؟ انسان عجب موجود با عظمتیه. اصلا دستوره. فرمودن هیچ وقت به خودتون مطمئن نشید. رفقا به خودتون مطمئن نشید ولی چشمه اشکتون خشک میشه. و الا گریه مناجاتات برای 4 رفتارت خواهد بود.
که خدا بهت خواهد گفت بابا اون رفتارا مهم نیست، خودت داغونی، خودتو پاک کن، خودتو پاک کن. استغفار از 4 تا رفتار نیست. استغفار پناه بردن به خدا از بدیهای پنهانه که مستعدش هستیم و داریم